سلام دوستان، با کانال نکتاب خوش آمده. خانه شخصی در فرودگاه یا خانه زیرزمینی و یا خانه‌ای که با باغ حیوانات مانندی دارد. در این برنامه 15 خانه قیمت‌ترین جهان را تماشا می‌کنیم. شما قیمت‌ترین خانه شخصی دنیا را می‌بینید که صاحبش یک میلیاردر هندو است و چند نفر از دختران زیبا در این خانه با حشمت زندگی می‌کنند. از خانه‌ای که با فرودگاه مانند است تا قصری که در میان آب‌ها جلوه می‌کند. خانه شگفت‌انگیز بیل گیتس، ثروتمندترین مرد جهان را نیز می‌بینیم. اینک دوستان عزیز، شرکت ازیا مارکت با شما تریبولسو 3-1 را پیشنهاد می‌نماید که این دارو شفابخش از عسل تازه و یک قطار علف‌های گیاهی تیار کرده شده است که با استعمال نمودن این دارو ارگانیسم شما باقوت می‌شود و از مشکل‌های خانه‌داری شما را خلاص می‌کند و گذشته از این ایمونیتت شما را قوی گردانیده زندگی شما را رنگ دیگر می‌بخشد. نگفته نماند که این دارو گیاهی بوده مخصوصاً برای خنک‌داشتگی‌ها به‌نهایت قولای است. با رقم‌های در روی اکران بوده زنگ زنید و از نام کانال نکتاب سلام رسانید. زمانهای پیش در گرد قصرها چقوری‌های می‌کندند و آن را پری آب کرده همچون راهی محافظتی و دفاع از دست دشمن استفاده می‌کردند. اما امروزه ساختن خانه‌ها در بین آب یک راه خودنمایی و نشان دادن ثروت بی‌پایان است. چارلز یگر، مهندس مشهور آمریکایی، قصر زیبای خود را با این راه بر روی آب برداشته است. اینجا در اول یک بیابان بود و حالا قصر زیبایی شده است. در گرد آن چقوری کلانه کنده است که برای پر کردنش آب زیاد نیاز دارد. چنین به نظر می‌رسد که قصر در یک جزیره ساخته شده باشد که گردش دریاچه زیبا جریان دارد. این هم خانه است که ستاره سینمای آمریکا جان پراولتا همراه خانواده‌اش زندگی می‌کند. این خانه با خانه دیگر ستاره‌ها مانندی ندارد، چون که در این خانه یک میدان هوایی یا فرودگاه و چند هواپیمای شخصی از جمله یکی از قیمت‌ترین و زیباترین هواپیماهای جهان بوینگ 707 قرار دارد. جان پراولتا دیپلم خلبانی دارد. او میگوید که خانه رویاهایش را ساخته است و خانواده او در این خانه خوشبختند، چون که آنها در یکی از آرامترین و راحتترین فرودگاه‌های دنیا زندگی می‌کنند. قصر سلین دیان، سراینده کانادایی، در جزیره ژوپیتر در فلوریدای آمریکا قرار دارد. این خانه در مساحت کلان هزاران متر کوبی ساخته شده است که نمای زیبا و دیدنی به طرف اقیانوس اطلس دارد. این خانه چند حوض آببازی، یک پارک آبی شخصی و یک میدان گلف بازی دارد. قصر زیبای نوبتی در نیویورک واقع است. در مساحت 3000 گکتار ساخته شده است. قسم خانه استقامتی آن به 10,000 متر کوبی برابر است. صاحب این قصر زیبا ایر رانر، سرمایه‌گذاری آمریکایی. این خانه زیبا 29 حجره، 39 حمام، میدان بسکتبال، بولینگ و 2 میدان تنیس بازی دارد. ارزش این قصر به 170 میلیون دلار میرسد. لا لیاپولدا نامی زیباترین دچه دنیاست که سال 1902 به دست شاه بلژیم لیاپولد دو بنا شده است. این قصر اول خانه دوست داشته شاه بود و حالا میراث تاریخی و فرهنگی آنجا به شمار می رود. این قصر در مساحت 10 گکتار ساخته شده است و 50 باغبان مسئولیت نگهبانی باغ‌هایش را دارد. سال 2008 میخائیل پراکالوف، میلیاردر روس، برای خرید این قصر 496 میلیون یورو پیشنهاد کرد، اما بعدتر پشیمان شد و مجبور شد برای بیکار کردن قرارداد پول زیادی صرف کند. این خانه بلندآشیانه‌ای که ظاهری زیبا ندارد، یکی از کلانترین خانه‌های بلندآشیانه دنیاست و قیمتترین خانه شخصی جهان را دارد که نرخش به 2 میلیارد دلار میرسد. این خانه در شهر مومبئی، هندوستان ساخته شده است و مالک آن میلیاردر هند موکش امبانی، پنجمین مرد میلیاردری دنیا میباشد. در 6 آشیانه اول این ساختمان 27 آشیانگاه برای ماشین‌های لوکس لوکاشن گاراژ ساخته شده است. در آشیانه هفتم ماشین‌های مخصوصی موکشن انبانی را تعمیر می‌کنند. همچنین در این ساختمان چند حوض آببازی و مکان‌های تفریحی هم وجود دارد. آشیانه آخر محل زندگی خانواده انبانی است و بالای ساختمان جای مخصوص برای فرآمدن 3 ورتالیات ساخته شده است. در این بلندآشیانه 600 کارگر کار می‌کنند. این بلندآشیانه به درجه مستحکم ساخته شده است که حتی در زمین لرزه 8 بالا هم آسیب نمی‌بیند. بیل گیتس، ثروتمندترین مرد دنیا، بهترین خانه را برای خود ساخته است.
قصر بیل گیتس زینا 202 نام دارد و برای ساخت این خانه 7 سال وقت صرف شده است. ارزش آن به 147 میلیون دلار میرسد. مالیاتی که برای خانه به دولت پرداخت میکند سال 2016 به 1 میلیون دلار رسید. از خصوصیات فرق کننده این قصر این است که نور و حرارت داخل خانه به طور اتوماتیکی تنظیم کرده می شود. همچنین در دیوارهایش موسیقی اتوماتیکی جایگیر شده است که مهمانها را در هر حجره پیگیری می کنند. در بین حوله درخت پسندیده بیل گیتس را کاشتند که عمرش به 40 سال می رسد. از این درخت با واسطه کامپیوتر نگاه بین می کنند و به طور اتوماتیکی به درخت آبیاری می کنند. قصر آستانه نورالایمان در کشور برونی خانه استقامتی شاهین کشور است. خانه شاهی برونی به خاطر کلانترین خانه شاه در تمام دولت‌ها بودنش رکورد گینس را زده است. زیربنای این ساختمان 187,000 متر کوبی است و 1788 حجره خواب، 257 حمام، 18 لیفت، 5 حوض آبوزی و یک مسجد برای 1500 نمازگزار دارد. در زیر زمین این قصر گراژ برای 153 ماشین لوکس ساخته شده است که همه این ماشین ها قیمت ترین ماشین های هستند که تنها یک دانگی با درخواست آنها استحصال شده است. در این قصر با ارزش 70 میلیون دلار نقاشی‌های زیبا برای تماشای مهمانان کشیده شده است. اینجا ساختمانی را می‌بینید که به نزدیکی به فروش گذاشته شد. یکی از قیمت‌ترین خانه‌های آمریکاست که نرخش 250 میلیون دلار است. این قصر با 4 آشیانه در مساحت 3500 متر کوبی، 12 حجره خواب، 21 حمام، 3 آشخانه، میدان بولینگ، سینمای خانگی، حوض آبوزی، 130 قسم هنری، میخانه و بهتر از همه تعداد زیادی ماشین‌های لوکس با ارزش با نرخ 30 میلیون دلار را در خود جای داده است. شما با نام گرین آویل که زمانی در تیم منچستر یونایتد بازی میکرد آشنا هستید. او در شهرش خانه‌ای را در زیر زمین ساخته است که از بیرون با یک باغچه مانندی دارد، اما زیر آن خانه با ارزش 3 میلیون یورو قرار گرفته است. سقف خانه شیشه‌ای بوده، نور آفتاب را به درون درآورده خانه‌ها را با روشنی طبیعی روشن می‌کند. از سبب در زیر زمین واقع بودنش حرارت خانه به طور طبیعی نگاه داشته می شود و انرژی کمتر صرف می شود. همچنین آب این ساختمان بیشتر از آب باران جمع آوری می شود. این قصر در فلوریدای امریکا قرار دارد. مساحت آن 8300 متر کوادرات بوده به شکل قصر ورتسای در فرانسه ساخته شده است. این ساختمان استقامتی به یک عائله کوچک تعلق دارد. صاحب این خانه دیوید سیگل میلیاردر امریکاست که با همسر و 8 فرزندش در اینجا زندگی می کند. این ساختمان 9 آشخانه، 25 حجره خواب، 13 حمام، میدان بولینگ، 5 حوض آبوزی، مهمانخانه برای 500 نفر، سینمای خانگی، میخانه با گنجایش 2000 شیشه شراب دارد. قصر هرس از آثارهای فرهنگی ساحل کالیفرنیا است. این قصر 56 حجره خواب، 61 حمام، چند حوض آبوزی، میدان تنیس و اینچنین کلانترین باغ وحشی شخصی دنیا را در خود جای داده است. این ساختمان یک ویرانه بود که سال 1865 توسط سناتور جورج هرس خریداری شد و در مراسم گشاده شوی این قصر شخصانی مشهور و شناخته اینچنین چارلی چپلین هم اشتراک کرده بود. آخرین قصری که امروز برای شما نشان میدیم خانه است که طول سالیان زیاد شاهد جشن و مهمانی های زیاد بوده است. این قصر زیبا از هیو هرفنش بنیانگذاری مجله پلیوای، مشهورترین مجله نشر رسم‌های اوریان و نیمه اوریان زن‌های مدل است. زیربنای این ساختمان 700 متر کوبی است که چند حجره خواب، حمام، یک باغ وحشی کوچک و حوض آبوزی دارد. خصوصیت فرق‌کننده این قصر صاحب پیریان است که دائما در گردش زن‌های جوانی از 18 تا 28 ساله هستند. معمولا 10 زن همراه او در این خانه زندگی میکنند، اما مستفید قانونهای سخت برای آنها گذاشته است. مثلا قبل از ساعت 9 باید به حجره های خود درآیند و حق برآمدن را ندارند.